крутится все быстрее, стали звезды на год взрослей. Лист сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. Не зря в день рождения собираются все друзья. И чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения, любви до головокружения и чумового настроения и самых преданных друзей. السلام علیکم دوستان عزیز. امروز ما در طربخانه طاهر بابا در جشن زادروزی مولود خاله حضور داریم. امروز تبریکات را از نام همه فرزندان، از نام دردان آیتی، از نام اکبر اکا، از نام دلدار بانو، از نام مفتون آیتی، نادر اکا، از مسافرت از نام تهران اکا تبریک میگویم. لحظه ها رو همراه شما با هم ببینیم. ما را تکلیف کردن رفتیم. مادرم را به چشم من بینید، سر و پا نور و صفاست، همگی مهر و وفاست. مادرم را به چشم من بینید، مادری من زیباست. مادرم را به چشم من بینید، جلوه نوری خداست. از برایم یک تاست. مادرم را به چشم من بینید، مادری من زیباست. السلام علیکم پدر و مادران عزیز، مهمانان عالی قدر. حضور مبارک شما را به این طربخانه زیبا، به درگاه زیبای اکملامک، به درگاه زیبای مولود خاله خیر مقدم میگویم. خوش آمدیدتان. البته ملال نهایت برای اکمل بابا، برای مولود خاله قرصک میزنیم، همراهی فرزندانشان به نزدمان تکلیف میکنیم. مرحبا. سلام مادر، برایت احترام مادر. مرحبا مولود خاله عزیزم. پیشوازم برا مادر، توی تنها میدی من، توی دعایم کن دعا مادر. رسید وقتی دعا گویی، دعایم کن دعا مادر. سحر بعدی نمازی بام دادم، به درگاهی خدا زاری نمودم. السلام علیکم. خودی دامادهای نو برین هیجان میکنن. السلام علیکم. یا نشان بایستید. انا میجبم. امروز بایرام مبارک باشد. اکمل بابا روز تولد ملکه خاندانتان مبارک باشد. امروز خاندانتان ما بزم است، روز خرسندی است. مولود خاله زادروز مبارک. روز تولد را، مولود خجسته را برایتان مبارک باد میگوییم. اکمل بابا همه حالا کشته آمدگی وقت به درک کشادم به و داخلم چشم شما بالی چند ساله برین مینمن. حاضر 18 ساله برین. ای رحمت بگذار انم خلین 18 ساله شده گردن در نزدیک ما. این از سیرش شما انم خلین خاندان با خوشبختی می بیارید. امروز روز خرسندی است، روز شادیانه است. مولود خاله شما را از نام فرزندان عزیز، از نام دردان آیتی، از نام اکبر اکم، از نام دلدار بانو، از نام مفتون آیتی، از مسافرت از نام نادر اکا، از نام تهران اکا تبریک میگویم. زادروزتان مبارک باشد. بگذار مانند امروز انم خرین 18 ساله شده همراهی اکمل بابا یا نشان به زیب دوران شده گشتن نصیب کند. فرزندان عزیز شما را بسیار دوست می‌دارند، حرمت میکنند. ما میفخریم گفتن از بودن چنین پدر، از بودن چنین مادر. اکمل بابا همراهی فرزندان صحبت کردیم. دردانایتی میگویند رحمت دادا جانم با بی جانم با چشمشان با نگاه کرده انمی گپای گفتن با ما فرزند هستیم شرم میداریم، لیکن گفتگی ما در کار بوده است. رحمت بودگیشان با تا همین حیات هست، تا هستی حیات برای ماهان دست یاری خودشان را هیچ وقت کنده نکردند. پستی و بلندی های زندگی با یان ما با ایستاده فقط برای ما وقت و سعادتمندی را آرزو کردند. ما چقدر برایشان سخن گوییم، چقدر برایشان تحفه ها بیاریم، پیش پایشان کم است. چون گفتم و پشت و پناهی ما هستند. اگر یک گپشان بسیار برای من
زور تاثیر کرد که حسین جان همین تشویش زندگی همه به میواد است. همین تشویش زندگی آمدن با یکم اتلیفون من نامری دادم میکوم. چرا که همون تشویش‌های من با راهی حلش میابند. بودگیشون با شکر. مادری من برای من مصلحتچی، برای من دعاگوی، برای من دوگانه، برای من سیرگویکی من. در زندگی راهی راست رو برای من انتخاب میکردگی انسان. در این خصوص میگویند اگر خواهی شوی سرور دعا گیر از پدر مادر، بیا بی بام و نام و در دعا گیر از پدر مادر، سیاه ابری همه غم ها پریشان می شود هر سو، بخندد بخت تو یک سر دعا گیر از پدر مادر. حاضر برای اکبرکم دختران دعا اینه که شما گرفتند و در زندگی جاده خود را یافتند. بگذار همیشه در سر همین فرزندان دعاگوی شده. خدا کند همین سالهای نزدیک با حاجی اونا و حاجی بابا شده گشتن نصیب کند. امروز برادر خلا برایتان از نام فرزندان میگوییم صد جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشایی شارند دستی دعای مادر، بشنید گر صدایم دنیای سخت گوشان، انگیزه شاید از الهای مادر، گر شیرک سرودم از بود و از نبودم، در تینتم سریشته سوز و نوای مادر، آغاز آفرینیش در رحم اوست این را، صد داستان برآید از یک هجای مادر. برادر خاله انسان و زن خوشبختترین بودید که این خیلی فرزندها لایق شما شدن از طرف خداوند و در روزی زادروزتان از همه تحفه بی‌بهاترین که از خورده یک هنر زیبا داشت عزیزبک نیز زادروز داشتین. عزیزبک زادروز مبارک باشد. فرزندی فرزانه خاندان شده کلان شود، مانندی پدرشان مانندی باباها انسانی اصیل شود، نامبردار شمایان شود و همراهی اکمل بابا پشت تلویزیون با شیشته چای نوشته که وقت نامشان را از پشت تلویزیون فهمیده فخر میکرده که انسان شود و از پشتش فخر کرده گرده. امروز تمام روزهای خرسندی شادیانه را مبارکباد میگوییم. برادر خاله چند سال شد تو اشتگیش با همراهی اکمل بابا؟ 40 سالگی توی ما بین 40 سال بر راست میگه من که چند بار گل پدر کردن تونم به آخره امروز هم رمزی تشکر و مهر و محبت خودشانه اینا بینید گلهای تر و تازه سرخ را برای مولود خاله از نام اکملمک خودشان تقدیم میکنن با قرصک های مهمانان. مرحمت زادروز مبارک باشد. مرحمت مبارک باشد. و البته در اینجا شیرینی داریم، میخواستیم شیرینی رو بریم و از آن تناول کنیم، بعد از آن باشد تمام سخنهای تبریکاتی رو میشنویم. مرحبت. Мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши. Ничего. باشد از فرزندان سر کنیم یک تا اکبرکه مرحمت تبریک میکنیم مادر را و فرزند عزیز را. مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز، خوش آمدید با امروز بعضی ما. من همین فرصت استفاده بردم مادر عزیزم رو تبریک میکنم. الهی از این عمرهای زیاده بینم حاجیانه شده در دل چه آرزوهای نیک همش به عمل کشن. مادر شما را تبریک میکنیم. از بک همچنین تویان یگیتی کلان شده سیاه سلامت سروری آیله شده بشمال بخت و آرزوهای نیک طلب دارم. رحمت. برادر خاله اکملمکیم تبریک کردن می نمی تا حاضره شیراش کتی ها حاضر پیش مهمانو با اکتا میفهمیم. مرحمت.
Assalomu alaykum mehmononi aziz, mehmononi aziz, mo'taram xo'jaroni aziz. Xush omaded dar gohi mon va nuri dida toji sar. Va hammaotun sihat salomati umri daroz rizqi faroz mitalabam. Imroz hamkaram nazar va dar in sini 60 solagi tabrik mikунем. Az tagi dil tabrik. Sihat salomati umri daroz rizqi faroz. Xusha pir shavem, kamoli farzand va huzur halovati levaroyat mehiroyim. البته این 60 سالی دوام دارد. 65 سالگی است. دفعه نصیب باشد. عزیز بیگ تو وصیت سلامتی عمر دراز سعید جان، رضا بیگ، محمد جان، میانسرای، نازنین همه تو وصیت سلامتی عمر دراز که برای کلی مکتبای نقض خونه همه تو بخت سعادت یا شوی ویلون و تیجی سیاست سلامتی هیچ وقت برای خنده نشود. هزار رحمت لبیره ها تبریک میکنن بیاد از این طرف میستیم وقتا تبریک میگویم مرحبا صد جان و دل فدایی یک مدعای مادر فتح و کشایش آرد دست دعای مادر بشنید گر صدایم دنیای سخت گشا انگیزه شاید از اللههای مادر. السلام علیکم مهمانان عزیز، خوش آمدید به این شب بزم مایان. آنا جان تبریک میکنم الهی صد بدره هیچ وقت کسان نشوه بابام کیر پوشا پیر شوه. السلام علیکم مهمانان عزیز، خوش آمدید. امروز آنا جان و یوبلیشان آنا جان شما تبریک میکنم الهی بابام کیر پوشا پیر شوه کسان نشوه هیچ وقت. آقا جان شما تبریک میکنیم الهی صد بدره مکتبای کلام بخونه. السلام علیکم مهمان عزیز، من عزیز بیگ امروز اونم رو تبریک میکنم. رحمت تشکر و البته با امروز صاحب جشن ها اجازت میدیم تنها عزیزبک همینجا ایستن. عزیزبک یک سرود تیار کردید برای امروز آنا جانشان. عزیزبک مرحمت میانه به نزدیک میستیم. اکمال با هزار رحمت زادروز مبارک باشد، روز تولد رو مبارک باد میگویم. یک جای سرود عزیزبک رو گوش میکنیم. مبارک باشد. مرحمت. برایم با دعای مادرم روزه و رضوان جانم در نگاهی گرمی اوست، شادی های روزگاری من عطای مادرم. زیر شهبال محبت های او گشتم کلان، گیریم و بر دیدم عالم خاک پای مادرم. پس کشد باری گرانی زحمتم را صبح و شام، که ایستا گویم چی کردم من برای مادرم. مرحمت.
سیرشتی من باغ بهشتی من مادر خدایی من در سر نوشتی من مادر سیرشتی من باغ بهشتی من مادر خدایی من در سر نوشتی من ای جان مادرم مادرم جانان مادرم ای جان مادرم مادرم جانان مادرم یک شاخه گل گلی ریحان مادرم مادرم یک شاخه گل گلی ریحان مادرم گلدسته زیبا را برای آن جانشان تقدیم میکنند و امروز روز خرسندی است. گلدسته را قبول کنید. مولودا خدا با راهبری شما اکنون میخواستیم همه را برعکس تکلیف کنیم. سرودهای رقصی برای شمایان مادران عزیز مرحمت دوره زیبای انتظار شمایان است. یک جای میرقصیم خرسندی میکنیم. زادروز مبارک باشد. مرحمت. ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ای یار بیا کاشکی دانم دوای چشمم تو شده درد و دوای چشمم یادی بینم رهای اشکم جان ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا Oy amor anar bia bolinam shabnam gulnar bia bolinam Oy amor anar bia bolinam shabnam gulnar bia bolinam har kokul zad akhtar dorat dar khona ishq dilbar dorat har kokul zad akhtar dorat dar khona ishq
خریدارم آی اوج و برار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم آی اوج و برار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم آی انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم آی انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم ما راز غمت خونه می آید در موی سیاد شونه می آید ما راز غمت خونه می آید در موی سیاد شونه می آید ای باغ و بهار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم ای باغ و بهار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم ای انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم ای انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم ای انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم هر کاکل زد اختری داره در خانه ایش دلبری داره ای اوج و برار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم ای اوج و برار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم ای انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم ای انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم ای انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم ای انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم برانگیشترler آها کنیم چی کار کنیم ناز برانگیشترler آها کنیم چی کار کنیم ناز برانگیشترler آها کنیم چی کار کنیم ناز برانگیشترler گیشترler گیشترler ناز برانگیشترler گیشترler درler ناز برانگیشترler چشمش بگیریان آمد آها کنیم چی کار کنیم بچه موی جنگیلت با من نکن تو هیلت مدختری کلابی با من نکن تگیلت دختری موی جنگلت با ما نکن تو هیلت ناز فرشمت بیکوش اشی برات سلسله آها کنیم چی کار کنیم ناز بدن گشترلت آها کنیم چی کار کنیم ناز بدن گشترلت 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 ناز بدن گشترلت گشترلت دلت ناز بدن گشترلت آها کنیم چی کار کنیم ناز بدن گشترلت
اینک عزیزان امروزه بزم زیبا را جشن زادروزی مولود خاله را با آخر رساندیم و همراه شمایان با هم دیدیم. البته لحظه های بهترین داشته باشید با ما مراجعت کنید. ما از ته دل صمیمانه رفته تبریکات های بهترین شما را به افتخار صاحب جشن ها میرسانیم. با ما باشید. با شبکه شهنان خود را اطلاع کنید.